میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی، میرسه نوای الیوم از رسول مهربونی، داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا، میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا. علی تکیه‌گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهراست. علی تکیه‌گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون زهراست. اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش، به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه. تنها یک مسیر تو دنیاست که میره سمت سعادت، حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایت. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند و در حال رکوع زکات می دهند. از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره. وقتی انما رو میبرد جبرئیل برا پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. وقتی انما رو میبرد جبرئیل برا پیامبر، غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر. علی تکیه‌گاه عالم، علی تکیه‌گاه عالم، علی تکیه‌گاه عالم، علی آسمون زهراست. علی تکیه‌گاه عالم، علی اون پناه دنیاست، نه فقط امید تاها، علی آسمون